همسی؟ با مزه؟ رنده با مزه. یا تبار دارم اگه بسم الله الرحمن. بله. اجازت هست؟ نه. همه چیسته همه کبابی پیششونو شده یا؟ معرکه دا میکنن که کبابی پیششونو همه کبابی پیش قدا شده داد از زبان منم این چی خطای کارگیم بود همی بشنچش وچ نام شلک او بیا؟ همه چیسته همه کبابی پیششونو شده یا؟ معرکه دا میکنن که کبابی پیششونو خانی مهمونو پیش قدو سلام علیکم برادرای عزیز جیگر کباب بیاین اکا بیاین مایل اکا جان بیاین اینه مخره میخزم بیاین این برادر همی کباب پیش قدو شده الحمدلله بیا خسرو جان سلام علیکم. کباب پیش قدو را گیر بیا. تبرکی نگاه کنین برادرای عزیز کدامتون که یکم معرکه داره نمی کباب تاجیکی خودمون ایکو هم خیلی دل جگر کباب با دل جگر شوش مقصد گوسپندی خواهی گوسپندی گوی خواهین گوی کازان کباب مثال اوش همه اوقاتمون انشاءالله که نمر یک ای همه روزای ساعتی 9 تا ساعتای 21 22 23 24 شبه کار میکنیم یگون معرکه داری یگون دیراجین داری یگون نونی های برای الله کرانی گاوزن برادر بیاین اینجا مثال تشکیل میکنیم چی اوقاتی که به معقول دلت باشه همش ساز میگیرن که برادرای هر چیز گون هستن بعضی برادرایی که متاسفانه همه چیزا استفاده میبرن موادهای سپیرتی در کارخانه ما ممکن نیست کاتگوری چیزی که منع خوردنش عموما ممکن نیست نه برای ملت تاجیک خودمون نه برای ملت ازبک نه برای همه ملت روز واپشه ما اجازت نمیتیم همه چیز استفاده بردن در داخل همه کارخانه من خودم همه خیر اسلوب مونده که همه کدامش اگر خورده است باشه میرم همین دستش میگیرم همین کشتارش میگیرم بیرون میبرم گویم که اند پلی اوقاتای زکاس کرگی و خوردگیش نمیگیرم نکیم کار میکنم که شتا به دیم برو همین کارخانه نداره با نیت خوردنی همه چیزا که شتا کدام دیگه معرکه داری یگان چی داری همین معرکه های تاجیکانه حلال باشه مثال همین برادرای خواهرای مسلمان بیاین مرحمت نکیم اگر که گوین که ما میریم و در اونجا قطع جورامون میشینیم با پیوه میخریم و عرق میخریم و خیلی میکنیم و خیلی میکنیم خیلی نیت قطعی نبیاییم ما بیزاری مایلتون در خیلی کرو خرچتو اینا بیاین کبابی پیش قدو خونه شونو ایکو کبابی پیش شونو ندرورن هم خیلی کباب شده گیر خسرو جان در قجه شکمت مرم گیر دست قطعی گیر یلکه قطعی محضا نمیکنه دست قطعی پیشون خیلی اوقتا هم زیبی دست دارم شما کجا؟ تو میام برام. بیاین برادرم